سلام، شب و روزتون بخیر. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. از امروز با سری ویدیوهایی در خدمت شما هستیم که مدیریت هوش هیجانی و هوش مالی شما رو تقویت کنیم. کن هاندا، کارشناس مدیریت مالی، یکی از نویسنده‌های خودساخته ژاپن است. آثار او از سال 2001 تا کنون بیش از 7 میلیون نسخه فروخته. کن هاندا در دوره و کتاب‌هایش موضوعات مالی و خودیاری رو با تمرکز بر ایجاد ثروت و شادی ارائه می‌کنه. در ادامه ازتون میخوام که با من همراه باشید. من وقتی از پول حرف زدم منظورم فقط پول IQ نبود و بیشتر پول هوش هیجانی یعنی EQ مد نظرم بوده. ما تصمیمات بد زیادی بر اساس پول EQ میگیریم. تصمیماتی رو از سر ترس میگیریم. وقتی که از ترس و استرس خودمون برای پول رها بشیم، فقط تصور کنید که وقتی از نگرانی‌های پولی رها بشید چه کارهایی که نمیتونید بکنید. این چیزی هستش که میخوام با شما به اشتراک بذارم. سلام، من کن هاندا هستم، نویسنده ژاپنی کتاب‌های بسیاری که دربارشون صحبت خواهم کرد. در عرض 26 سال گذشته درباره پول تدریس کردم و از افراد زیادی حمایت کردم که بتونند با پول خودشون به صلح برسن. معمولاً به من میگن زن میرینر یا پاندای شاد. من هر دو رو دوست دارم و هر جایی که برم آدمای زیادی رو جذب میکنم. مردم میان من رو ببینن و من معمولاً کتابام رو برای 600 نفر یا بیشتر امضا میکنم. به نظرم یه شخصیت زنتور دارم و شیوه های مدیریت کسب و کار رو تدریس میکنم یا شیوه های پول درآوردن. من گونه نادری هستم که هم فیلسوف هستم و هم یک بیزینسمن عملگرا. من وقتی 21 سالم بود شرکت خودم رو راه اندازی کردم. مدت زیادی هستش که به تدریس و مشاوره مشغول هستم. ولی از اینکه آدم‌های ثروتمند رو ثروتمندتر کنم خسته شدم. بیشتر علاقه داشتم ایده ها و دانشم رو با افرادی تقسیم کنم که میخوان با خانوادگی خودشون وقت بیشتری بگذرونن یا معنای بیشتری در زندگیشون داشته باشن. واسه همین کارم رو روی اشخاص متمرکز کردم. وقتی من و همسرم فهمیدیم که اون باردار شده، زمانی رو به خودمون اختصاص دادیم. این بازنشستگی خودساخته 4 سال طول کشید. این شادترین دوران زندگی من بود. من تونستم اولین بار حرف زدن دخترم رو ببینم. اولین باری که راه رفت. اولین باری که گفت بابایی. تمام چیزهایی رو که در مقام یک پدر بهشون افتخار می‌کردم دیدم. من شادترین پدر دنیا هستم. وقتی داشتم از زمانم با خانوادم لذت می‌بردم به موقعیتی رسیدم. دیدم یک مادر جوان تلاش میکنه که کودکش رو از تاپ بیاره پایین. اون به دخترش گفت مامانی باید بره سر کار. ولی دختره داشت گریه میکرد چون نمیخواست بره. ولی مادرش گفت من باید برم سر کار. اون 5 دقیقه اونجا بود و من داشتم همه اینها رو تماشا میکردم و متوجه شدم که اون باید به خاطر پول کار میکرد که بتونه زندگیش رو بچرخونه. شما باید ساعات خاصی رو کار کنید و این یعنی زمان کمتری رو با خانواده میگذرونید. من اون موقع فکر کردم که اگه این آدم‌ها یه خورده بیشتر درباره پول اطلاعات داشتند و اگر آزادی مالی داشتند بهتر می بود. چون برای استراحت کردن لازم نیست خیلی پولدار باشید. من تصمیم گرفتم که هر روز پاراگراف هایی رو یادداشت کنم. به نظرم همه ما بردگان پول هستیم و همه به خاطر پول زجر می کشیم. مأموریت من اینه که آدم ها رو از بردگی پول آزاد کنم. وقتی به پول فکر می کنم تجربه ای از دوران کودکیم یادم میاد. من 9 یا 10 سالم بود که از مدرسه برگشتم خونه که معمولاً لحظه شادی بود. در آشپزخونه رو باز کردم و دیدم که پدرم داره مثل یک بچه گریه میکنه. گریه کردن پدرم رو باور نمی‌کردم چون نمیدونستم مردها هم میتونن گریه کنن. من تا اون موقع گریه کردن هیچ مردی رو در جمع ندیده بودم. من همونجا ایستادم و نمیدونستم باید چی کار کنم. مادرم من رو پیدا کرد و به کناری برد و چیزی رو که برای پدرم رخ میداد توضیح داد.
اون متوجه شده بود که مشتریش خودکشی کرده. اون کل خانوادش رو هم کشته بود. در ژاپنی به این میگن ایکاشیندو، یعنی خودکشی خانوادگی. اونجا بود که این لفظ رو از مادرم یاد گرفتم. دلیلش این بود که اون مرد میخواست از بی‌آبرویی، بیپولی و ورشکستگی پرهیز کنه. واسه همین برای نجات آبروی خودش کل خانواده رو کشت و بعدش خودش رو. من الان همه چیز رو درک میکنم، ولی اون موقع فکر کردم پول شخصیت بدی داره. پس از همون 10 سالگی شروع کردم به مطالعه و یادگیری درباره پول. من از آدم‌های بزرگسال درباره پول سوال پرسیدم چطوری میتونم پول در بیارم و چطوری میتونم بیشترش کنم. چیزی که جالبه اینه که هیچ کس نمیدونست چطور. من باید دنبال معلم درستش میگشتم. این شروع مأموریت من بود. مأموریتی برای پول و تدریس درباره پول. زخم‌های پولی وقتی کودک هستید ایجاد میشن و ذخیره میشن و آدم‌های زیادی تا 30 یا 40 سالگی پر شدن از زخم‌های پولی. اگر این زخم‌ها رو درمان نکنید، دارید روی چیزی می‌جنگید که در لحظه حال رخ نمیده. زخم‌های پولی فقط مال شما نیستند و زخم‌های نسلی هستند. زخم‌های پولی فقط مال شما نیستند و زخم‌های نسلی هستند که به شما میرسند. واسه همینه که از پول میترسیم و نمیدونیم باید چی کار کنیم. با اینکه پول رو میطلبیم ولی اون رو نمیخوایم چون مشکل ایجاد میکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که با زخم‌های خودتون روبرو بشید و اونها رو درمان کنید. من اول شروع کردم به روبرو شدن با پدرم و درمان کردن زخم‌های خانواده خودمون. بعد از صحبت درباره این با پدر خودم، هر دوی ما گریه کردیم و ما هر دو ارتباط عمیقی داریم. از اون موقع موقعیت پولی من به شدت تغییر کرده و موقعیت کاری من هم تغییر کرده. بعد از درمان کردن زخم‌های خانوادگی احساس می‌کنید که اجداد و والدین شما از شما استقبال می‌کنن. من متوجه شدم که بعد از درمان کردن زخم‌های پولی خودتون خیلی آروم میشید. من شروع کردم به درمان زخم‌های پولی برادرم، خواهرم، دوستانم و همش معجزه رخ میداد و من خیلی هیجان داشتم که این دانش رو با دوستانم به اشتراک بذارم. موقعیت والدین دوستانم تغییر کرد. وضع مالی خودشون هم تغییر کرد. دانشجوهای من زیاد بهم میگن که کن، من بالاخره به آرامش درونی رسیدم. پس هیچ ربطی به پول نداره. لطفاً ویدیوهای ما رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید، چون لایک کردن شما باعث میشه ویدیوها به افراد بیشتری نشون داده بشه. من متوجه شدم که همه ما با این که میتونیم خیلی ثروتمند باشیم و راحت به نظر برسیم، باز زخم‌های پولی داریم. بعد از صحبت کردن درباره زخم‌های پولی، آدما هوشیاری خودشون رو تغییر میدن و دید متفاوتی به دنیا خواهند داشت. اگر در دنیا و محیط کار خودتون ایمن‌تر باشید، حس می‌کنید هر کاری که می‌کنید مورد حمایت خانواده و جامعه هستید. من به شما یاد میدم که چطور میتونید در هر چیزی که می‌بینید آرامش پیدا کنید. شاید از موقعیت‌های مالی، کاری و یا خانوادگی خسته شده باشید. با نگریستن در رابطه خودتون با پول و شفا دادن اون میتونید به جای درماندگی به آرامش برسید. پس میشه زندگی متفاوتی داشت. من امیدوارم که با پول و زندگی به آرامش برسید. پایان قسمت اول. از اینکه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. ازتون میخوام اگر به آگاه سازی دوستان و عزیزانتون علاقه دارین، کانال ما رو برای اونها ارسال کنید تا از این طریق شما هم در انتشار این چرخه آگاهی سهیم باشید. در ضمن اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً این کار رو هم انجام بدید و زنگوله کنار اون رو هم فعال کنید تا هرچه سریعتر از آپلود ویدیوهای ما مطلع بشید. زندگی سرشار از آرامش و آگاهی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.